عبدالجان لبک یا سخن که درباره پدر مادر. پدر مادر بله. سخن گوش کن ز من تو ای برادر، بگیر دستی پدر دامان مادر. بکن تو قدرشون در زندگانی و پس از مردن چه در کار سنگ مرمر. پدر گر شعله چشم زمان است، ولی مادر چراغ خاندان است. پدر گر دولت و گنج نهان است، ولی مادر جهانی بیکران است. پدر گر شه ستون زندگانی است، ولی مادر به دنیا جاودانی است. اگر ما تمام اشعار علما و شعرا را ورق بزنیم، بهترین و قیمتترین برایشان کیست؟ البته که پدر و مادر. بله. عزیزی خدا نیز گفته بهشتی جاودان خواهی، برو خدمت به مادر هم پدر کن. ثواب دو جهان خواهی، برو خدمت به مادر هم پدر کن. اگر شاه و گدا باشی، فقیر و بینوا باشی، وگر مردی خدا باشی، برو خدمت به مادر هم پدر کن. خصوصا بنده اون دعایی که پدرم پیش از مهاجرت آمدن دعا داده بودند هیچگاه فراموش نخواهم کرد، که دو دست به دعا برداشتند و گفتند الها از سفر برگردی بچیم، دو کیسه پول زر برگردی بچیم. من و اوچت همیشه گوش بردر، الها تیزتر برگردی بچیم. من دعا میکنم که ستون و چراغ خاندانی هر یکی ما و شما پابرجا و نورافشان باشد. چراغ و استونی هر خاندان زیزر بالاتر و گنج جهان. پدر مادر دو گنجی بی بهایند، و فرزندان همین دو رهنمایند. به گوشت حلقه کن تو پند ایشان، که ایشان بهر فرزند جان فدایند. در آخر گفتنی هستم که پدر خوب است، مادر نازنین است، برادر میوه روی زمین است. عزیزان برادران قدر همدیگر بدانید، که آخر جای هممان زیر زمین است. انت الحبیب المصطفى انت الامین یا خیر خلق الله خیر المرسلین یا من اله الكون قد اوحى له بالنور والاسلام والحق المبين.